سرخط خبرها. تأکید وزیر دفاع امارت اسلامی بر اهمیت همبستگی ملی. یعقوب مجاهد گفت تقویت وحدت میان دولت و ملت از شکلگیری حلقات ویرانگر در کشور جلوگیری می‌کند. حاکمان او دا ملت دا سره یوسی. زیانهای مسدود ماندن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان. خانجان الکوزی میگوید که بیشترین زیان را پاکستان متحمل می شود. اوس افغانان ته دومره تاوان نه ده، پاکستان ته ډیر تاوان ده. گشایش خانه تجارت قرقیزستان در کابل. وزارت صنعت و تجارت این کار را در راستای تقویت روابط تجارتی میان کابل و بشکک مهم دانست. و ادامه انتقادها از نقض توافق آتش بس غزه. حماس میگوید که اسرائیل 813 مورد آن را نقض کرده است. سلام به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه 26 قوس که برابر می شود با 7 دسامبر. من محمد نسیم استانکزی هستم. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت اسلامی در مراسم در قندهار گفت که در حال حاضر نظام عاری از فساد بر کشور حاکم است و امنیت سراسری نیز در افغانستان تامین شده است. وی با تاکید بر اهمیت همبستگی ملی افزود که تقویت وحدت میان دولت و ملت می تواند از شکلگیری جریانها و حلقات ویرانگر در کشور جلوگیری کند. نسترن امیری گزارش می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت اسلامی در یک مراسم دستوربندی در ولایت قندهار اعلام کرده است که در حال حاضر نظام عاری از فساد و نارامی بر کشور حاکم بوده و امنیت سراسری در افغانستان تامین شده است. وی با تاکید بر اهمیت همبستگی ملی اظهار کرد که تقویت هرچی بیشتر وحدت میان دولت و ملت می تواند نقش اساسی در جلوگیری از شکلگیری حلقات و جریان‌های ویرانگر در کشور ایفا کند. حاکمان او دا ملت دا سره یوسی لاسونه سره ورکی ان شاء الله چې بیا مون به هیڅ نه د دشمن هیڅ حربه کار ورکی نه به د فتنګرو هیڅ فتنې چې موږ تاسو په منځ کې اچوي هغه به کار ورکوي او بیا به ان شاء الله تعالی زموږ او تاسو دغه ارمانونه چې په زړونو کې لرو دا به پوره کیږي. آقای مجاهد همچنین بر ضرورت گسترش فراگیری علوم عصری و دینی تاکید کرده و گفته است که امارت اسلامی از آموزش در هر دو بخش به گونه جدی حمایت میکند. به گفته محمد یعقوب مجاهد، امارت اسلامی در کنار تامین امنیت برنامه‌های را برای سوق دادن افغانستان به سوی پیشرفت اقتصادی و سیاسی روی دست دارد و این تلاش‌ها به گونه سریع در حال اجرا است. نو تاسو څخه غوښتنه ده چې مکاتب درته جوړ دي، مدارس درته جوړ دي، تاسو یې حمایه وکړئ، تاسو یې تر شا ودرېږئ، خپل بچان بې تعلیمه مه پرېږدئ، که عصري وي که دیني، هر نوع علم چې وي هغه ور زده کړئ. در همین پیوند برخی آگاهان میگویند برخی حلقات بیرونی با جنگ رسانه‌ای و روانی تلاش دارند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. به گفته آنان حکومت باید با عملکرد شفاف و مدیریت دقیق زمینه هر گونه سوء استفاده تبلیغاتی را از میان بردارد. در این شرایطی که دشمنای افغانستان از بیرون البته جنگ رسانه‌ای را علیه دولت به پیش میبرند و با شما بهتر معلوم است که از جنگ فیزیکی کرده جنگ روانی بسیار آسیب پذیر است. بنان حکومت باید اجازه را نده به علاقات بیرونی. پیشتر سراج الدین حقانی وزیر داخلی امارت اسلامی در دیدار با باشندگان ولایت خوست اظهار داشت که اداره کشور تنها از راه ترساندن مردم بیانگر یک حکومت واقعی و پایدار نیست. با اشاره به شیوه درست حکومتداری تاکید کرد که رابطه میان حکومت و ملت باید بر اساس محبت، اعتماد متقابل و درک مشترک استوار باشد. خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان میگوید که پس از مسدود ماندن گذرگاه‌ها 600 میلیون دلار تجارت که قرار بود با پاکستان انجام شود صورت نگرفته است.
آقای الکوزی به خبرگزاری آفاق گفت که در حال حاضر بیشترین زیان از ناحیه تجاری را پاکستان متحمل می شود. اناهیتا اندر با شرح بیشتر. پس از مسدود ماندن گذرگاه‌ها میان کابل و اسلام آباد، خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک افغانستان پاکستان میگوید که پس از مسدود ماندن گذرگاه‌ها 600 میلیون دلار تجارت که قرار بود با پاکستان انجام شود صورت نگرفته است. آقای الکوزی با اشاره به زیان تجارت که در فصل میوه و سبزی افغانستان وارد شده بود به خبرگزاری آفاق افزوده است که در حال حاضر بیشترین زیان تجاری را پاکستان متحمل می شود. مستقیم تاوان خو افغانانو ته په هغه وخت کې ورسېدو چې هغه وخت کې انګورو وخت او د انارو وخت او ټول سره خراب شو او اوس نو افغانانو ته دومره تاوان نه دی، پاکستان ته ډېر تاوان دی. پیش از این رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اتاق مشترک تجارت پاکستان افغانستان اعلام کرده است که در نتیجه بسته ماندن راه‌ها تاکنون بیش از 4.5 میلیارد دلار به تجارت پاکستان زیان وارد شده است. با گزارش این رسانه‌ها این اتاق هشدار داده است که اگر این وضعیت ادامه یابد صادرات فصلی مانند نارنج و کچالو تا ماه‌های دسامبر تا مارچ حدود 200 میلیون دلار دیگر نیز خساره خواهد دید. دولت ها به عوض از اینکه تسهیلات فراهم کنند و آسانی به وجود بیارن، اینا مانع تردد و مرور می شوند و پاکستان مطابق با قوانین بین‌المللی و مطابق با تعهداتی که داره باید هر چه زودتر این سرحدات بروی اموال صادراتی و وارداتی باز کنم. با این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که افغانستان به خوبی توانسته از بحران تجاری مدیریت کند. با باور این آگاهان در حال حاضر پاکستان باید برای حل معضل اقتصادی که در آن کشور رخ داده است از سیاسی کردن تجارت صرف نظر نماید. پاکستان متاسفانه بارها باعث ازی شده که از تجارت به عنوان ابزار سیاسی استفاده بکنه، اما این بار این برعکس شد و باعث ازی شد که یک بازار بسیار بزرگ و یک فرصت بسیار بزرگ را از دست بده. این در حال است که پیش از تنش‌های اخیر حجم روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان سالانه بیش از 1 میلیارد دلار واردات و حدود 800 میلیون دلار صادرات را در بر می‌گرفت. خانه تجارت قرقیزستان در کابل گشایش یافت. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی گشایش این خانه را گام مهم در راستای تقویت و نهادینه‌سازی روابط تجاری و اقتصادی میان افغانستان و قرقیزستان می‌داند. باز هم اناهیتا اندر گزارش می‌دهد. در جریان سفر رسمی هیئت جمهوری قرقیزستان به افغانستان، خانه تجارت قرقیزستان در کابل افتتاح شد. با گفته سخنگوی این وزارت، این خانه تجارت گام مهم در راستای تقویت و نهادینه‌سازی روابط تجاری و اقتصادی میان افغانستان و قرقیزستان به شمار می رود که زمینه را برای توسعه همکاری‌ها، افزایش تبادلات تجاری، تسهیل ارتباط میان تاجران دو کشور و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم خواهد ساخت. افتتاح این خانه تجارت گام مهم در راستای تقویت و نهادینه‌سازی روابط تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و قرقیزستان به شمار می رود. همزمان با افتتاح خانه تجارت قرقیزستان، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی در دیدار با وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان پیرامون افزایش حجم تجارت با در نظر داشت ظرفیت‌های گسترده موجود میان دو کشور، هدفگذاری اقلام مشخص صادراتی، توسعه ترانزیت و عقد موافقتنامه‌های ترانزیت، جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک، برگزاری نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های تجاری گفتگو کردند. در جریان این دیدار دو جانب پیرامون موضوعات مهم از جمله افزایش حجم تجارت با در نظر داشت ظرفیت‌های گسترده موجود میان دو کشور، هدفگذاری اقلام مشخص صادراتی، توسعه ترانزیت و عقد موافقتنامه‌های ترانزیتی، جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک، برگزاری نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های تجارتی. با این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که تقویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه با ویژه با قرقیزستان میتواند زمینه‌ساز دسترسی به بازارهای بهتر جهانی شود. گسترش روابط تجاری و ترانزیتی میان همه کشورها میتونه به نفع همه کشورهای ذی دخل تمام شود، از جمله قرقیزستان و افغانستان. قرقیزستان میتونه یک مسیر ترانزیت خوب به کالاهای افغانی به طرف روسیه و چین باشه. این دیدارها در حال است که با کاهش روابط اقتصادی میان افغانستان و پاکستان، افغانستان تلاش دارد تا از راههای بدیل برای تقویت تجارت و گسترش همکاری‌های اقتصادی خود استفاده کند. و در خارج از کشور رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که روز پنجشنبه هفته روان نشست با محوریت آتشبس غزه از سوی اسرائیل برگزار می شود. به نوشته رسانه‌ها محور اصلی نشست تصمیم گیری درباره انتقال به مرحله دوم طرح پیشنهادی آمریکا برای غزه یا سرگیری جنگ خواهد بود.
بیش از 2 ماه از توافق صلح آتشبس غزه می‌گذرد. آتشبس شکننده‌ای که حماس همواره اسرائیل را به نقض مکرر آن متهم می‌کند. جنبش حماس اعلام کرده که از آغاز توافق آتشبس تا کنون اسرائیل 813 مورد آن را نقض کرده و در مجموع 400 فلسطینی جان خود را از دست دادند. رژیم اسرائیل با متن توافق جنگی بازی کرده و هیچ بندی از این توافق را بدون نقض و دستکاری باقی نگذاشته است. میانجی‌ها به سرعت اعلام کردند حماس حتی یک مورد نقض توافق نداشته و به طور کامل به مفاد آن پایبند بوده است. تکرار نقض‌های صورت گرفته از سوی اسرائیل نشان دهنده آن است که این اقدامات برنامه‌ریزی شده و با تصمیم کابینه این رژیم انجام می شود. در حال هنوز نقض آتشبس از سوی اسرائیل جریان دارد که رسانه‌های اسرائیلی از برگزاری نشستی در دفتر نخست وزیر این رژیم خبر دادند که محور آن تصمیم گیری درباره انتقال به مرحله دوم طرح پیشنهادی آمریکا برای غزه یا از سرگیری جنگ خواهد بود. این نشست در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا و دیدار با ترامپ برگزار می شود. سفری که با گفته رسانه‌های اسرائیلی واشنگتن فشار فزاینده برای انتقال به مرحله دوم آتشبس به اسرائیل وارد می کند. شماری از آگاهان مسائل سیاسی با متهم کردن اسرائیل به نقض مکرر آتشبس در غزه میگویند که این رژیم پس از توافق بدون دلیل آتشبس را مکرر نقض کرده و رفتن به سمت مرحله دوم را سخت‌تر کرده است. آنان میگویند که کشورهای میانجی باید از اسرائیل تضمین‌های اجرایی بگیرند تا در صورت رفتن به مرحله دوم آتشبس مانند دور اول دست به نقض توافق نزند. بعد تامین آتشبس این اسرائیل بوده که بارها مکررن بدون کدام موجب آتشبس را نقض نموده و این مانع بزرگ رفتن به دور دوم آتشبس می باشد. مرحله دوم آتشبس غزه شامل استقرار نیروی بین المللی در غزه، عقب نشینی نیروی اسرائیل از این منطقه و خلع صلح جنبش حماس است. ترامپ مدعی شده بود که دهها کشور برای مشارکت در طرح وی در قبال غزه اعلام آمادگی کردند. روزنامه اسرائیلی هیوم نوشته که بیشتر کشورهای جهان برای پیوستن به طرح ترامپ مبنی بر اعزام نیرو به غزه آماده نیستند و تنها اندونزیا و ایتالیا از آمادگی خود در این خصوص آن هم با تعیین شرط خبر دادند. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.